نودل واگئی. گشنمه. خب فعلا آبجو رو بردم، تخم مرغ نودل رو بردم و اینم اینطوری میزنی آب میریزه اگه خواستی آب بخوری. خیلی جالبه. اینجا میز تک نفره است. ببینید این پشتی ها رو این شکلیه. اینجوری یک فضایی داری، بعد این میره بالا، نودل میاد و تو میخوری اینطوری تنها. برای کسایی که درونگران و دوست دارن تنها باشن و معذبن بیرون و مضطرب میشن. خب همونطور که میبینیم اینا تخم مرغه، این قارچه، اونم گوشته، اینم نودله. گوشت خوکه، اینم نودله. نمیدونم دقیقا چی توشه چی توش نیست. همین میخوایم اینو تست کنیم. خب من فکر کنم گوشتشو نخورم. قارچ مزه خاصی نمیده. مزه تانمایی میده بزاره. خوردم، غذامو تموم شد. نودلش خوشمزه بود، آب نودلش هم خوشمزه بود، ولی چون به خاطر اینا گوشت خوکه خیلی من دوست نداشتم. ولی در کل آب و ایناش خوشمزه بود. نودلش هم خوشمزه بود، قارچش هم جالب بود، تخم مرغش هم خوب بود. ولی گوشت خوک رو دوست نداشتم. خیلی خوشگله. خسته ساکورا ساکورا ساکورا. نمیدونم مثلا اینجا چی به چی هست. حتی اینا هم نمیدونم چی هن که بخوام توضیح بدم. فکر کنم دعاموهای تلسمی. وای چه خوشگله وای. اینجا کشور
مختلف مالن چیز میز نوشتن. هر زبانی میبینم جز زبان فارسی. اینجا هم غذاخوری های مختلفه. اینجا هم خیلی خوشگله. برام از روبرو بگیرم. اومدیم از اینا فروشی ها. سخته ولی همشون صدیه نه؟ دیگه نمیتونه بره که بازم دست درمیش بر ندار. نه دیگه بلکردی دیگه ساکورا ریختیم پایین. وای همه ساکوراست. من فیلم نمیگیرم. اون برام هست. من رودخونه اون سم چیز داره. بای بای. اومدیم کنار یه رودخونه نزدیک خونه. خیلی خوشگلن اینجا ساکوراش.
معبدن